چرا برند لویی ویتون برندی بسیار گرون و لوکس هستش؟ اگر فکر کردید قیمت بالای این برند فقط به خاطر کیفیت اون هستش، کاملا در اشتباه هستید. لویی ویتون برای جذب مشتریان سوپر لاکچری و وفادار فروشگاه‌های انحصاری رو در مناطق لوکس نشین شهر افتتاح میکنه. این برند هزینه‌های سنگینی رو بابت القای حس نیاز مشتری از طریق تبلیغات مدلینگ به ورزشکاران، هنرمندان و مدل‌ها پرداخت میکنه. اگه به مجلات مد و زیبایی علاقه‌مند باشید، قطعاً نام لویی ویتون رو در صفحات پایانی این مجلات دیدید. سود خالص لویی ویتون از هزینه‌های عملیاتیش کمتره، ولی میدونه مشتری‌های وفاداری دارن که حاضرن این هزینه‌ها رو برای داشتن یک محصول از لویی ویتون پرداخت کنن.